میدان امام علی علیه السلام در شمال غرب مشهد بین مناطق 10 و 11 شهرداری قرار گرفته که از شمال به بولوار امامیه، از جنوب به بولوار سید رضی و از شرق و غرب به بزرگراه امام علی علیه السلام متصل. این میدان محل برخورد چند منطقه پرترافیک شهر و هر روز حجم انبوهی از مسافران از آن عبور می‌کنند. به همین علت پیش از اجرای طرح این میدان به هیچ وجه ظرفیت چنین حجمی از ترافیک رو نداشت. در معابر شهری که تقاطع همسد هستند، خصوصا کمربندی‌ها، شاهد گره‌های ترافیکی بسیار زیادی خواهیم شد. برای که اینها حذف بشن، تقاطع غیر همسد طراحی میشن. تقاطع غیر همسد که طراحی میشه، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، روانی ترافیک، روانی اعصاب و روان رو داریم. با توجه به این مسائل، ساخت یک تقاطع غیر همسد در این منطقه در دستور کار قرار گرفت. مأموریت طراحی میدان به مهندس ظریف سپرده شد. ایشان و همکارانشون پس از مطالعه و بررسی وضعیت میدان طرحی رو ارائه کردند که به لحاظ هندسی نیازمند کمترین تغییرات در وضع موجود میدان بود. واقعا طراحی زیبایی داره. آقای مهندس ظریف، برای طراحی این پل چه ویژگی‌هایی در نظر گرفتید؟ برای طراحی ما سعی کردیم از وضعیت موجود میدان تبعیت کنیم. به همین علت میدان بیضوی طراحی کردیم با قطر بزرگ 277 متر حدوداً و قطر کوچک 106 متر. مهمترین قسمت طراحی بیضوی اون مربوط به نواحی تداخلی بود. به گونه‌ای ما طراحی کردیم که طول تداخلات در مناطق بحرانی اون ظرفیت افق طرح وسایل نقلیه عبوری رو داشته باشه. بدین ترتیب عرض ناحیه تداخلی در قسمت جنوب شرقی و شمال غربی با توجه به فضای موجود 102 متر و در قسمت‌های دیگر 150 متر انتخاب شد. در نتیجه عرض سواره‌رو میدان حداقل 16 متر و به صورت 4 خط عبور خواهد بود. در نهایت تدارک مسیری مناسب و زیبا به طول 113 متر برای عبور عابران پیاده کامل کننده طرح کلی میدان شد. طبق طراحی شما سرعت مجاز اتومبیل‌ها در این میدان چقدره؟ طرح هندسی به گونه‌ای طراحی شده که سرعت عبور وسایل نقلیه از زیرگذر در حد 90 کیلومتر بر ساعت امکان پذیر باشه. این یعنی اینکه شما در ترافیک صبحگاهی به جای اینکه قدم به قدم حرکت کنید، در عرض 30 ثانیه از اون عبور می‌کنید.